5 تا از گران قیمت‌ترین نقل و انتقالات تاریخ فوتبال. یکی از بازیکن‌هایی که قرار اسمشو بشنوی قیمتش از تولید ناخالصی کشور کوچیک هم بیشتره. میریم سراغ انتقال‌هایی که بعضیاشون باشگاه‌ها رو ساختن و بعضیاشون نابود کردن و بعضیاشون هم هنوز باعث دعوا بین هواداراست. قول میدیم شماره یک جاییه که حتی اسمشو بشنوی دوباره ویدیو رو از اول میبینی. پس قبل اینکه پلک بزنی بریم سراغ 5 انتقالی که فوتبال رو تکون دادن. شماره 5 ژائو فیلیکس از بنفیکا به اتلتیکو مادرید در سال 2021. اتلتیکو برای گرفتن این ستاره 126 میلیون دلار خرج کرد. استعدادش فوق‌العاده بود، اما سبک دفاعی اتلتیکو اجازه نداد شکوفایی کاملش رو ببینیم. شماره 4 عثمان دمبله از دورتموند به بارسلونا در سال 2017. بارسلونا بعد از نیمار به دنبال یک ستاره جوان بود و دمبله رو با 145 میلیون یورو خرید. معصومیت‌ها بزرگترین دشمنش بودند، اما هیچ کس نمیتونه سرعت و تکنیکش رو نادیده بگیره. شماره 3 فیلیپ کوتینیو از لیورپول به بارسلونا در سال 2018. بارسا برای پر کردن جای نیمار 160 میلیون خرج کرد، اما کوتینیو هرگز به همون ستاره لیورپول تبدیل نشد. در عوض لیورپول با پولهای او ستون نسل‌های قهرمانیش رو ساخت. بریم سراغ 2 تا انتقال آخر که از همه مهمتر هستند. آخری شما رو شگفت زده میکنه. شماره 2 کلیان امباپه از موناکو به پاریس سن ژرمن در سال 2018. 180 میلیون یورو برای یک نوجوان. پی اس جی این ریسک رو کرد و تبدیل شد به قهرمان. امباپه خیلی زود چهره اصلی باشگاه شد و هنوز هم یکی از ارزشمندترین فوتبالیست‌های جهانه. اگه تا اینجای ویدیو خوشتون اومد لایک کنید. بریم سراغ همونی که قولش رو داده بودم که از همه مهمتره. شماره 1 نیمار جونیور از بارسا به پاریس سن ژرمن در سال 2017 و اما بزرگترین انتقال تاریخ فوتبال که با مبلغ 222 میلیون یورو نیمار با این انتقال قوانین بازار را نابود کرد و قیمت‌ها رو چندین برابر کرد و مسیر فوتبالیش رو برای همیشه تغییر داد. کدوم انتقال به نظرت منطقی نبود و از همه بیشتر شوکتون کرد؟ کدوم رو بیشتر دوست داشتی؟ زیر ویدیو کامنتتون رو بنویسید. یادتون نره.